با این ترفند دیگه محال پرداخت قسط‌های وامت رو فراموش کنی. قبلا توی این ریل برنامه نکست SMS رو برای کوک کردن پیام‌ها بهت معرفی کردیم. حالا هم از همین روش می‌خوایم برای یادآوری اقساط وام ازش استفاده کنیم. خیلی راحت با راه راحت. وارد برنامه نکست SMS که شدید، این پست رو لایک می‌کنید. بعدش نکته مهمش اینه که به همین شماره خودت پیامک بدید، مثل کلیپ قبلی که برای تست من به خودم پیام دادم و ارسال شد. گزینه مثبت رو میزنید، اسکیجول تاسک رو میزنید، این دفعه send with certain cycle رو میزنید که به صورت دوره‌ای براتون پیامک داده بشه. خیلی راحت از این قسمت انتخاب میکنیم به صورت ماهیانه. پرداخت وامتون رو ببینید برای چه تاریخی است. اینجا چون میلادی نشون میده، من وارد برنامه باد صبا میشم. مثلا 20 هر ماه من باید قسط پرداخت کنم. 20 توی شمسی میشه 10 میلادی. وارد میشیم و 10 رو انتخاب میکنیم. از این قسمت من 8 صبح رو انتخاب کردم. اوکی رو میزنیم و برای متنش هم یه یادآور میذاریم. پرداخت قسط 2 میلیونی بانک ملی و تمام. این کوک شد و 20 هر ماه بهت یادآوری میکنه. همینطور میتونی برای همه اقساط وام این کارو انجام بدی. کپشن رو بخون و این برنامه نکست SMS رو هم حتما دانلود کن و نصب کن چون خیلی باهاش کار داریم.